بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند از طرف خودم و احمد جان که هم الان پشت سر دوربین وایستاد و تکون داد زاویه دوربین رو تنظیم کرد و فرید جان کارگردان محترم برنامه و رفیع جان کارگردان محترم و فرید و منیر احمد عزیز و بقیه دوستان پشت صحنه در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. خوشحالیم که جناب دکتر هم امروز در جمع ما شما هستم و در داخل استودیو در محضر ایشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های گرانبهای ایشون. من در ابتدا به نمایندگی از شما خدمت جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام. من خودم که قبلا صحبت سلام که چند تا چایی هم با هم خوردیم، 2-3 ساعت جناب دکتر تشریف آوردن و در ابتدا خوش آمد میگم به جناب دکتر و از طرف شما سلام شما رو بهشون میرسونم. جناب دکتر خوش آمدید. حالا سلام بینندگان رو به من رسوندید. خب لقد سلام من هم به بینندگان میرسوندید. خودتون بفرمایید سلام کنید. باشه. خب بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت دوستان اتاق فرمان و البته لیست کامل دیگه ایشون دادن جناب استاد سلیمانی، نیاز نیست که بنده هم دوباره باز بگم احمد جان و نمیدونم این جان زیاد شده شه. بعد به هر حال خدمت شما بینندگان عزیز جان بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم که انشالله بتونیم ساعات خوشی رو در خدمت شما باشیم و از محضر شما بهره ها ببریم. در خدمت شما هستم استاد سلیمانی. خدمت از ما جناب دکتر. عرضم به حضور شما، حالا جناب دکتر جان کردن، شما جانانان. بعضی وقتها انسان صحبت‌هایی رو میشنوه از عده‌ای از دوربری‌ها و از عزیزانی که احساس خوبی ندارند. وقتی که انسان پیش اونها می نشینه و صحبت‌های اونها رو گوش میده، این گونه به نظر میاد که اونها احساس میکنند که در دنیا هرچی مشکل مال این شخص. اگر در غربت زندگی میکنه فکر میکنه که فقط خودشه که غریبه و اگر مصیبتی و مشکلی برای اون ایجاد شده احساس میکنه که فقط خودشه که این مصیبت به سراغش آمده و فقط اونه که عزیزانی رو از دست داده یا از اونها دور شده یا به بیماری مبتلا شده و یا اینکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مشکلات فراوان دیگری که همه ما با اون دست و پنجه نرم میکنیم فقط به سراغ این عزیز آمده. در زندگی احساس تنهایی احساسیه که انسان رو آزار میده. خیلی وقتا شده که ما یا دوروبری های ما احساس میکنیم که تنهاییم، احساس میکنیم که کسی نیست به همراه ما، احساس میکنیم که کسی ما رو دوست نداره، حامی نداریم، همراه و هم فکر و همدم و همرازی، هم مجلس و هم محفل ما نیست و اگر هم جایی بخوام درد دل بکنیم اولین چیزی که بگیم اینه که میگیم من خیلی تنهام، من خیلی غریبم، من احساس تنهایی میکنم. امروز میخوایم با شما عزیزان در باب این احساس صحبت بکنیم که تو تنها نیستی. در ابتدای این موضوع از جناب دکتر این سوال رو خواهیم پرسید که آیا انسان تنهاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. اینه که آیا انسان تنهاست؟ خب انسان هرگز نمیتونه تنها باشه، امکان نداره که انسان تنها باشه. اما اینه که آیا انسان احساس تنهایی میکنه؟ خب این احتمالش زیاد هست و تنهایی اصلا یه بیماری بسیار مهلکی هست، خیلی کشنده است. همین که انسان احساس کنه که گم شده، تنهاست، کسی رو نداره، نمیتونه رابطه برقرار کردن با محیط اطراف رو از دست داده.
نه تنها با محیط اطراف. وقتی میگه طرف احساس تنهایی میکنه، در واقع شیوه رابطه با خودش رو هم از دست داده، راه رو گم کرده، خودش رو گم کرده، تو خودش گمه. طوری هست که هر طرف که نگاه میکنه خودش هست و هیچ، و راه فراری هم از خودش نداره. دقیقاً مثل کسی که تو یک اتاقی باشه، این اتاق نه در و پنجره و هیچی نداره، همه دیواراش هم از آینه، هر طرف نگاه میکنه خودش هست در خودش. و شناخت خود فقط به همین سیمای ظاهریش هست، داخل خودش رو هم گم کرده. واسه همینه که وقتی بخوان یک کسی رو بدترین شکنجه بدن، طرف رو میخوان مثلا شکنجه بدن، اذیتش کنن، چیکارش میکنن؟ میندازن زندان. زندان برای تنهایی نیست، زندان برای قطع کردن اون رابطه برقرار کردن با جهان بزرگ هست. یعنی میفهمید زندان وسیله برای ایجاد احساس تنهایی، سلول انفرادی وسیله است برای احساس تنهایی. زندان برای قطع اون نیروی بسیار بزرگ، نعمت بسیار بزرگ، احساس به آزادی، ارتباط، احساس به اینی که من میتونم با هر کی دلم بخواد ارتباط برقرار کنم. این احساس رو از بگیرن خیلی کشنده است. شاید شما تو یک خونه یا تو یک شهر حتی خیلی 100 سال هم بگذره از شهرت نخوای بیای بیرون، اما وقتی که از طرف حکومت یک قانونی صادر میشه که آقای سلیمانی اجازه ندارن از شهر برن بیرون، نه از شهر اجازه ندارن خارج کشور سفر کنن، شما اصلا تو برنامه‌ت نبود خارج سفر داشته باشی. عمرم سفر خارج از کشور نداشتم، اما همینی که گفتن حق نداری، این آزادی رو از شما گرفتن، آزادی ارتباط با دیگران تا حدودی محدودش کردن، نگرفتن. احساس میکنی که به شما ظلم شده. خب الان طرف تو زندانه، میخوان که شکنجهش کردن و زندانش انداختن، هیچ فایده نکرد. آقا چیکار کنید؟ بندازید سلول انفرادی. یعنی چی؟ یعنی بندازیدش تو تنهایی، شکنجه تنهایی، براش احساس تنهایی بذارید. یعنی این شکنجه مال اون احساس و تصوره، نه مال خود این که داخل یک فضای 4 دیواری محصوره. دقیقاً. یعنی میخوان که این احساس رو در فرد به وجود بیارن که تو تنهایی. خب حالا کسی که همچنین احساسی رو در خودش به وجود آورده باشه، این احساس رو زندانی کرده دیگه، خودش رو زندانی کرده، تو سلول انفرادی هم گذاشته، در حالی که تو جامعه است، بین خانواده‌اش هست. خب این خیلی کشنده است. این همین حالت بیماری است. احساس یک زندانی رو داره. دقیقاً احساس یک زندانی. الان ما تو همون انفرادی افرادی رو داریم که تنها نیستن، احساس آزادی میکنن، احساس تنهایی نمیکنن. این فرق بین چی است؟ بین انسانی که مؤمن هست و انسانی که فاقد ایمان هست. حالا میخواد کافر باشه یا میخواد مسلمونی باشه فاقد ایمان. یعنی چی مسلمان فاقد ایمان؟ منظورتون چیه؟ مسلمون احیانا ایمان ازش جدا میشه، اونم به خاطر به اصطلاح گناه. یعنی ما در روایت داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انسانی که دزدی میکنه در حالت دزدی مؤمن نیست. در اون لحظه انسانی که نمیدونم کار فاحشه میکنه در اون لحظه مؤمن نیست. یعنی اینی که این ایمان از انسان فاصله میگیره. اینجا میشه همون انسان میشه یک کالبد خالی، دیگه مؤمن نیست. مثالش مثال یک غیر مسلمون یا یک ملحد هست. آدم ملحد گمه، نمیدونه راهش کجاست، چاش کجاست، نمیدونه با محیط اطراف چگونه برخورد کنه، چون که فاقد شخصیت هست. شخصیتش از کجا میاد؟ از دید تنگ اطراف. ملحد یا انسانی که به اصطلاح خودش رو گم کرده، از مسلمان‌ها و ایمانش رو از دست داده، این چیکار میشه؟ این مثل یک انسانی هست که به اصطلاح نمیدونه کجا بره. دیدش چی هست؟ دیدش اون چیز محسوسی که میبینه.
تمام تصورات برداشتاش تو همین قالب تنگ خلاصه میشه. فقط آن چیزی که چشمش میبینه، فقط همین. بعد در مقابل بسیار با این چیزی که چشم میبینه، خب اینا همه که به میل اون نیستن، هر یکی خواهش خاصی داره. واسه همینه میخواد مثلا مونده چطور خودش رو ارضا کنه. در باب شهوات میره، میبینه که هیچ لذتی براش نداره، لذت برد تموم شد، بعد تکراری شد. میخواد در جامعه مطرح بشه، جامعه رو راضی کنه، نمیدونه کدوم قشر از جامعه رو راضی کنه. هر یکی رو راضی کرد دیگری دلخور میشه. درست همون قصه مولا نصرالدین و بچهش که الاغی داشتن میرفتن، مولا که سوار میشد، پیرمرد سوار میشد، مردم میگفتن چه پیرمرد به اصطلاح ظالمی که خودش سوار الاغ هست، طفل معصوم داره پیاده میره. طفل معصوم که سوار میشد میگفتن بچه بی تربیت، خودش سوار، پیرمرد بیچاره اذیت. هر دوتا که سوار میشدن میگفتن چه ظالم و ستمدارایی هستن که سوار دو نفری سوار الاغ به این زبون بسته‌ای بدبخت و اینقدر به اصطلاح اذیت میکنن. هر دوتا پیاده شدن، میگن آدم دیوونه رو باش، الاغ دارن استفاده نمیکنن. آخرش پسره گفت بابا بیا الاغ رو خودمون سوار کنیم. خب بابا دیگه اینو باز مردم بیشتر مسخرمون میکنن و زبون مردم رو نمیشه بست. آدم اینطوری است. واسه همین ما در ایمان یه راه داریم. وقتی هم دعا میکنیم در سوره فاتحه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ان هذه الصراط مستقیما، یک راه است. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، گمراهی راه هاست. و به اصطلاح آدم ملحد، آدم غیر پایبند به دین خودش رو گم کرده. در مقابل این کیه؟ مؤمنه. اجازه بدید جناب دکتر قبل از اینکه به موضوع مؤمن برسیم، ظاهرا مشکل کوچک فنی داریم، برمیگردیم ان شاءالله بعد از یک میان برنامه خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع. وصال حق، ارمغان همدلی و محبت. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. و کسانی که از علم و دانش برخوردار شده اند بدانند که آیات الهی حق و راستین و از سوی پروردگار توست و بدین ترتیب به آن ایمان بیاورند و دلهایشان برایش نرم و خاشع شود و بیگمان الله مؤمنان را به راه راست هدایت می کند. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. تو تنها نیستی موضوع این هفته برنامه سفره دل است که همچنان با جناب دکتر موضوع رو ادامه خواهیم داد. جناب دکتر قبل از میان برنامه در مورد این احساس تنهایی و دلایل این احساس تنهایی صحبت فرمودن که این احساس تنهایی یک به اصطلاح مصیبت بسیار بزرگ هست و یک خطر بسیار بزرگ و ارتباطی به شرایط و موقعیت هم نداره، بلکه یک احساس است که انسان برای خودش ایجاد میکنه و این احساس سبب میشه که انسان وجود خودش رو در یک زندانی تصور بکنه و ولو این که در زندان نباشه، در فضای جامعه باشه و در داخل خانواده باشه و نقطه مقابلش افرادی هم هستن که در یک چهاردیواری به اسم زندان و یک اتاق تنگ به اسم سلول انفرادی در داخل یک زندانی محصورند، اما هرگز احساس تنهایی نمی کنند. اما هرگز با وجود این که در ظاهر تنها هستند،
این احساس در وجود اونها ایجاد نمیشه که تنهاند. و این تفاوت بین این فرد و اون فرد از کجا حاصل میشه؟ در این مورد داشتیم صحبت میکنیم با جناب دکتر که تفاوت دیدگاه یک فرد مسلمان و مؤمن و متقی با یک انسانی که پایبند نیست به اعتقادات، یک بخشی از مهمترین دلایل ایجاد این احساس در وجود انسانه. و صحبت جناب دکتر در ادامه موضوع با هم خواهیم شنید. جناب دکتر با عرض سلام مجدد. علیکم السلام و رحمت الله. داشتیم میگفتیم که مثلا یه فرد ملحد یا غیر پایبند به دین، چون که دایره بینشش بسیار تنگه، دیدش بسیار تنگه، همون تعبیر قرآن کریم که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. یعنی اون که به اصطلاح گمراه، اصلا اسمش هست گمراه، یعنی راه را گم کرده، قلبش هم یا بینشش یا به اصطلاح تحملش، توان تحملش تنگه. کسی که راه رو گم کرده است غالبا حوصله‌اش ضعیف‌تر سر میره، خستت میشه بیشتر، ناراحتیش بیشتره. و به تعبیر قرآن کریم و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زندگیش تلخ میشه و سخت میشه. دقیقاً. در مقابل این کی است؟ در مقابل اون کسی است که سینه‌اش رو خداوند گشاد کرده. فمن یرد ان یهدیه. یا اینی که سینه‌اش گشاد شده یعنی چی؟ یعنی این انسان قرار میگیره، انسان مؤمن در واقع یک انسانی هست در یک کاروان بزرگ بشریت که این کاروان آغاز شده از حضرت آدم علیه السلام و میره تا به روز قیامت. این خودش رو در این جمع بسیار بزرگ میبینه و احساس میکنه که من در این جمع باید خودم رو نشون بدم. و چشاش کیا رو میبینه؟ چشاش اون گنده های این کاروان رو میبینه، افرادی که تو این کاروان یک اثر انگشتی دارن، یه نام و نشانی دارن که اینا شدن الگو، حالا چه پیامبران باشن چه صالحان باشن، این همیشه اینا رو میبینه و با اینا در رقابته، میخواد به اینا برسه. این شعور ذاتیش هست. این دیگه چطور میتونه احساس تنهایی بکنه؟ خودشو وقتی دو این جمع میبینه و هدف رو هم میبینه که من با این جمع، با این مسیری که داریم حرکت میکنیم تو این کاروان، یه مسیری داریم که اون رسیدن به رضایت خداوند متعال باشه، عبادت خداوند متعال باشه. همونطوری که مثال زدیم وقتی که طرف میافتاد به اصطلاح توی زندان سلول انفرادی که میذارنش برای شکنجه، الان همین طرف فردی که تو شکنجهگاه تو سلول انفرادی گذاشتنش اگر مؤمن باشه چی میشه؟ حکایت امام ابن تیمیه رو داریم. امام ابن تیمیه میگفت که خیلی خیلی به اصطلاح صریح میزد تو ذوق اینایی که مثلا دشمنی که میخواد مثلا شکنجهش کنه، اذیتش کنه. این ما ضعفل و عدایبی دشمن من چه از دستشون برمیاد که منو شکنجهش کنم، با اون به شکنجه کنن. اگه منو شهید کنن، خب من همین چیزی که میخوام. چرا؟ چون انسان مؤمن دیدش تنها به محسوسات نیست، به اون چیزی که میبینه نیست. به اون چیزی که میبینه ایمان داره، میبینش. به اون چیزی که نمیبینه و باور ایمانی اون رو تشکیل میده، به اونم ایمان داره، اونا رو در کنار خودش داره، احساسش میکنه. آخرت رو داره، فرشتگان رو داره، وجود خداوند رو احساس میکنه، غیبیات همه برای اون مثل چیزای مشاهد هست، مثل چیزی که میبینه، اسمش ایمان هست. پس این انسان میفرمایید در یک فضای چهار دیواری هم اگر محصور باشه در دیوار رو نگاه بکنه، فقط تصویر خودش رو در آینه های اطراف نمیبینه، بلکه این یک تصویر بسیار جامعی رو از یک جمع عظیمی میبینه که این جزئی از اونهاست که فعلا در این موقعیت قرار گرفت. اصلا اون موقعیت تنهایی رو احساس نمیکنه، چون که اون موقعیت تنهایی رو به جای اینی که یک به اصطلاح شکنجهگاه اونو احساسش کنه که منو اینجا از دنیای خارج منع کردن، این رو یه فرصت احساس میکنه. برای چی؟ ابن تیمیه چی گفت؟ گفت که یا مثلا منو اگه نکشتن چیکار میکنن؟ میندازن تو سلول انفرادی.
تو سلول انفرادی که پیش دیگران بدترین شکنجه است، پیش من چی هست؟ پیش من یه فرصت خلوت هست که در این فرصت من دیگه این مشغله های دنیا منو مشغول نمی کنه، من مستقیم رابطه میگیرم با چی؟ با خودم. یعنی در این تنهایی که دیگران احساس میکنن تنهایی است، این برای اون یه فرصتی هست که با خداش رابطه برقرار کنه. نه اینکه این فرصت طلاییه، یعنی این فرصت اینقدر طلاییه که بعضی وقتا خود مؤمن احساس میکنه که نیاز داره که همچنین فرصتی رو برای خودش کسب کنه. چیکار میکنه؟ میره تو مسجد به اعتکاف میشینه، رابطه‌اش رو با همه دنیا قطع میکنه. چرا که اونجا یک احساس لذت دیگه‌ای هست که این رو نمیشه در جمهور و سرصدای جمع تجربه کرد. الان اگر کسی اون رو تو زندان انفرادی بندازه این احساس رو داره، پس چطور خودش میتونه احساس تنهایی کنه؟ این احساس اصلا به اون تحمیل هم نمیشه، اصلا برای این شخص معنایی نداره، این احساس وجود نداره. چیزی که به عنوان تنهایی برای اون اصلا غیر قابل تصور است، غیر قابل ساختن است. دشمن نمیتونه براش بسازه. زمین و زمان به هم جمع بشن که این فرد مؤمن رو بیارن این بیماری تنهایی رو، احساس گم شدن، احساس اینی که من تنهام، به اون تلقین کنن، امکان نداره به وجود بیاد. حالا چه برسه که در خودش این پدید بیاد، امکان نداره. اما اگر اومد یه کسی مسلمونی به پایبندی ظاهری هم به دین داره، نمازشو میخونه، بسیار قرآنشو هم شاید بخونه، خب باز احساس میکنه که من گمم. این مشکل کجاست؟ مشکل همونه که ایمان از این فاصله گرفته. کثرت و گناهانی که اون به اون آلوده است، محیط گناهی که اون درش قرار گرفته، این دل اون رو سیاه کرده. اون یشرح صدره للاسلام، اون انشراح صدر رو از اون سلب کرده. اینجاست که این دقیقاً ببینید ما در قضیه اسلام و پایبندی بدین شکر بردار نیست. قضیه اینه که آقا پایبندی، مراعات میکنی، نتیجهش رو داری. نمی کنی، به مجرد اینی که دارو رو گرفتی در اختیار داری، این اثرش نمیذاره. تو بیمار داری، یکی اصلا دارو نگرفته، خب هیچ فایده نداره، بیماریش میمونه. یکی دیگه هست رفته دارو رو خریده، تو جیبش گذاشته، تو خونهش داره، اما استعمالش نمیکنه. فایدهش چی شد؟ دقیقاً فرق بین ملحد و مؤمن همینه که این کسی که به اصطلاح مسلمان ظاهری هست، در ظاهر مسلمونه، تو جامعه اسلامی بزرگ شده، از پدر و مادر مسلمون، خانواده مسلمون، این همون کسی است که دارو رو در اختیار داره. یک مسلمان شناسنامه‌ایه فقط. دقیقاً. الان اگر این دارویی که در اختیار داره این رو استفاده کرد، اون وقتی که اون آثارش رو باید ببینه. این یک پله و یک مرحله نزدیکتر به آرامش و به اصطلاح نجات یافتن از اون بیماری ها و مشکلات، چون دارو رو فعلا در اختیار داره، اما اون کافر اصلا همین دارو هم در اختیارش نیست فعلا، و استفاده از دارو اختیار خودش هست. میخواد استفاده کنه نتیجهش رو بگیره، میخواد استفاده نکنه نتیجهش رو نگیره. اینجاست که اگر استفاده کرد اونجا دیگه خیلی از مفاهیمی که در چشم دیگران مشکلات هست، مصیبت هست، کمر اون رو میشکنه، در پیش چشم این اصلا عادی میشه، بلکه به مرحله‌ای میرسه احیانا که همون چیزی که در چشم دیگران یک مصیبت هست، این برای این یه آرزو میشه. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همون چیزی که مثال زدیم که مثلا شهادت، مرگ، این مرگ اصلا براش یه مرحله انتقال هست. چرا کافر از مرگ میترسه؟
چون احساس میکنه همه چی تموم میشه براش. چرا ببینید مرگ نهایت بسیار خطرناکی است و ازش میترسیم، اما جالب اینجاست که بدونیم که احساس تنهایی براش از مرگ هم بدتره. چطور؟ الان مثلا ببینیم درصد آمار به اصطلاح چی رو که بگیریم خودکشی ها رو در اروپا میبینیم که طرف چه مرگش بود؟ احساس تنهایی میکرد، میخواست از این عذاب احساس تنهایی و گم شدگی فرار کنه، خودکشی کرد. میگن یه پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان. دقیقاً. یعنی این شکنجه‌ای که میبینه فکر میکنه اگر خودکشی کنه خب یه مرتبه است، خلاص میشه. در حالی که مؤمن نه. خب ابن زید آوردن دارش بزنن، گفت لست ابالی حین اقتل مسلما، وقتی که من مسلمان کشته بشم برام هیچ فرق نمیکنه، میخوان گردنم از اینجا بزنن، میخوان با تیر بزنن، میخوان تیکم کنن، میخوان با RPG بزنن. نشان مرد مؤمن با تو گویم، اقبال میگه که وقتی که مرگش میرسد خندان بمیرد. وقتی میگه خندان هست برای چی؟ چون که بینشش یه بینشی هست در این کاروان مسیر بشریت که من از آدم شروع شدم و مسیر بشریت هم همینطور ادامه داره. ببینید در حتی مؤمن، ببینید حکایتش چی هست، ما ایمانمون چی است یا رسول الله؟ نگفت، قرآن نگفت که مثلا شما بر دین محمد هستید، ملت ابیکم ابراهیم حنیف. این محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که هست، این خودش تنها نیست، این در مسیر همین کاروان هست، یک تاریخ طویل داره. میبینیم که همه این کاروان با همدیگه انس گرفتن، گذشتگان با آیندگان. جالب اینجاست اگه آینده با گذشته انس بگیره خب میفهمیم آینده است، گذشته خوبی داشته، پیامبران خوبی بودن، خدمت‌های خوبی کردن، انسان‌های صالح داشتن، تاریخ ما بشریت ماست، از خودمونیا هستن، بوسشون میکنیم، اسمشون رو میبریم، خوشحالم میشیم، میگیم که ما مثلشون میشیم. جالب اینجاست که حتی گذشتگان با آیندگان انس دارن. یعنی ما الان برنامه ریزی هایی که میکنیم مسیرمون، دیدمون به چی هست؟ آینده. یعنی با آینده هم ربط داریم. چطور میتونیم تنها باشیم؟ آقا میخوایم چی بکارم؟ نمیدونم درخت خرما بکارم. بابا تو 70-80 ساله درخت خرما رو میخوای چیکار؟ میگه کاشتند و خوردیم، میکارن تا بخورن. دیدو ببین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میره به معراج، نماز فرض میشه 50 تا نماز. حضرت موسی دلش میسوزه برای کی؟ برای من و شما که ما رو ندیده، آیندگانی که هستیم، برای ما که برو بگو که امتت نمیتونن، برو کمش کن، برو درخواست بده. میاد تا 5 های قربون همین موسی. ببین چقدر حضرت ابراهیم وقتی که پیامبر میبینه پیام میده به امت سلام من رو برسون و بگو که بهشت خیلی خوبه ها، اما خب باید برای بهشت جون کن. بهشت سورا میخوای باغ و قصر داشته باشی، باید ذکر خدا بگی، سبحان الله بگی، ذکر خدا بگی، یاد خدا باشی. گذشته با آینده وصله، آینده با گذشته و حال وصله. حکایت این است. وقتی میگیم که به اصطلاح در این مسیر انسان مؤمن قرار داره، حالا این کانون بشریتش هست، کاروان بشریت در کون و مکان هم انسان مؤمن باش انس داره. اینجاست که دیگه تنهایی یا احساس تنهایی یا این احساس کشنده در انسان مؤمن به وجود بیاد امکان نداره. فقط در یک حالتی به وجود میاد که اون مؤمن نباشه. چون دکتر بگذارید مثال‌های به هر حال ملموس‌تری رو داشته باشیم با هم. ما الان در زندگی خودمون الحمدلله خب مسلمان هستیم، نمازمون رو داریم، روزمون رو داریم، پایبندیمون رو داریم، ایمان به الله و پیامبر و آنچه که لوازم ایمان هست داریم، اما حقیقتا اون چیزی که موجوده احساس تنهایی میکنیم. خیلی وقتها مصیبتی پیش میاد،
می‌بینیم که کسی یه گوشه نشسته زانوی غم بغل گرفته و گریه میکنه. چرا؟ تنها شدم، فلانی و فلانی، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند رفت، من موندم. یا یه کسی مثلا در غربت آمده یه گوشه نشسته داره قصه میخوره، ناراحته، حالا گریه نکنه حداقلش اخماش تو همه، نمیتونه زیاد از اون فضا استفاده بکنه. چرا؟ من دور شدم، تنها شدم، با اینکه الان در یک جمعی هست و امثال اینها فراوانن ما در مسائل مختلف. چرا این احساس در ما به وجود میاد؟ ما الان آنچه را که گفتید به هر حال قبول داریم ظاهرا حداقلش، اما نتونستیم هنوز این رو به اون مرحله‌ای برسونیم که این احساس در ما ایجاد نشه. این مشکل کجاست؟ اینی که انسان در همچنین مواردی احساس تنهایی کنه طبیعی است. یه چیزی رو گم کرده. خب یه محیطی بود که با اون محیط انس گرفته بود، افرادی بود که با اون افراد انس گرفته بود، اونا رو در کنار خودش داشت. شما شاید تو شهرتون برادرت رو یه ماه یه بار ببینی، خب انس گرفتی باش، همین وجودش رو احساس میکنه تو شهره. همین برادره میخواد یه هفته فقط بره سفری خارج از شهر، ببین چقدر ناراحت میشی، احساس میکنی که برادر رفت، من تنها موندم، در حالی که شاید اصلا تو اون هفته من نمیدیدمش. تو هفته اصلا شما نمیدیدیش، یه ماه یه بار هم دیگه رو شاید میدیدی، دورم تلفنی حرف میزدی، اما چون احساس میکردی که در کنارته، احساس همراهیش، احساس میکردی که رسیدن به اون نزدیکه، آسونه. اما وقتی رفت شهر دیگه، کشور دیگه، این فاصله ایجاد شد، بهش نمیرسی. این نوع احساس تنهایی، این طبیعی است. دوستی عزیز رو از دست دادیم، گریه کردیم، این القلب لا يحزن و ان العین لا تدمع، چیز طبیعی است، شعور انسانی هست. رفتیم سفر، جایی کشور دیگه، محیط دیگه، بیگانه هستیم، با اون زبان و فرهنگ و اونا و کسی رو خویشی درویشی چیزی نداریم، عزیزی نداریم، طبیعی است. در همین موارد چطور با این احساس کشنده نیست، این احساس فطری هست، اما همین احساس یک در قلب باطن، در عقل باطن ما باید این احساس به وجود نمی اومد. چرا؟ در مثلا عقل باطن ما یک مواردی هست، یک بینش هایی هست که این بینش ها رو اگر ما جلوی روی خودمون داشته باشیم این احساس به وجود نمیاد، همین که اومد فوراً دفع میشه. یعنی آزار نمیده ما رو، در خودش آزار میده، اما نیاز هست که اینا آپدیت بشه. فقط همین. چرا خداوند متعال میفرماید که وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین؟ یاد نده مؤمنینو، مؤمنین که اینا رو دارن، یادآوریش کن. حکایت اینه که این مفاهیم، این بینش ها، اینا چون که آپدیت نشده، بروز نشده، نیاز هست که اینا رو یادآوری کنیم. با هم بریم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر صدیق بریم به غار حرا، غار ثور ببخشید، در مسیر هجرت هستیم. فرار کردیم از مکه مکرمه، رفتیم یه جای پنهان شدیم زیر یه سنگی، دشمن در پی ماست، دشمن رسید. بزرگترین مؤمن بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این امت کیه؟ صدیق ابوبکر رضی الله عنه. ابوبکر صدیق که پیامبر به خاطر این ایمانش اون رو کاندید کرده که باش همراه باشه. ابوبکر صدیق اینجاست. یعنی آیا تصور میشه که از ذهن ابوبکر این تو ذهن ابوبکر نباشه که خداوند با ماست؟ ابوبکر این تصورش نیست. اوج این تصور رو داشت که صدیق نام گرفت. همین تصورش بود، همین ایمانش بود که با پیامبر راه افتاد. نه اینکه راه افتاد تنها، خوشحال شد وقتی پیامبر بشارت داد که در این سفر همراه من هستی، راست که شوق ریخت، اصلا گریه کرد، از حال میرفت. این فضیلت که همین فضیلت رو، یعنی تنها صحابی که خداوند به صحابی بودن و یار بودن اون در قرآن اشاره داره، ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق اینجا وحشت زده است که نکنه دشمن پایین رو نگاه کنه، ما رو ببینه،
به پیامبر گزندی برسه. چی میگه؟ میگه که یا رسول الله اگر کسی از اینو پایین نگاه کرد دیگه رفتیم. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند؟ ما ظنک باثنین ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ابوبکر گمانت چیه؟ 2 نفری که خداوند سومی اونها باشه. اینجاست که دیگه ابوبکر میفهمه ان الله معنا، خداوند با ماست. اینجا پیامبر چیکار کرد؟ فقط بروز کرد اون مفهومی که تو ذهن ابوبکر بود. ابوبکر ما چی فکر کردی ابوبکر؟ مایی که خداوند با ماست تموم شد، حل شد. خداوند سکینهش رو بر ابوبکر نازل کرد دیگه. یعنی خود به خود سکینه نازل شد، اون آرامش به وجود اومد. خود همین یادآوری خود به خود آرامش را آورد. آرامش آورد. خب اینجاست که نیاز هست که ما طرفی که یک برای چی کسی که عزیزی ازش وفات کرد ما چیکار میکنیم؟ وظیفه یک مسلمان چیه؟ آقا برو باش تو تشییع جنازه همراه باش، این وظیفته. من اونجا که رفتی چیکار کن؟ تسلیتش بده. تسلیت چیه؟ عظم الله اجرک و غفر الله لمیتک. ببخشید برادر عزیز، خداوند به شما اجر بزرگ بده، خداوند صبر و سلوان و آرامش رو بر شما نازل کنه. این مسیریه که همه میریم. مگه اون نمیدونست که همه میمیریم؟ کسی هست که میدونه که تو دنیا هست که مثلا بگه که من نمیمیرم؟ تنها حقیقتی که کل انسان مسلمان و کافر بهش اعتراف دارن مرگ. تنها حقیقتی که همه مسلمان‌ها و کافرها روش اعتراف دارن، شک دارن. اما همین حقیقتی که به اصطلاح هیچ که روش شک نداره، این نیاز به آپدیت داره، به روز کردن داره در خود افراد. برای چیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بروز کنید ذکر موت رو، اذکروا هذه اللذات، هی یادآوری کنی خودتون رو. چرا؟ که این حقیقت مطلقی که هیچ کسی انکارش نمیکنه، حتی این با گذر زمان گرد و غبار روش میشینه و دیده نمیشه اونقدری که باید واضح باشه. دقیقاً اینجاست که نیاز هست. ببینید حضرت موسی علیه السلام از جانب خداوند متعال بهش امر میشه که آی موسی برادرت هارون رو بگیر برید پیش فرعون. 2 تا پیامبر بزرگوار، 2 تا پیامبر، برید پیش فرعون و دعوتش کنید. موسی خدا داره بهش میگه، اونی که یعنی کلیم الله است و الله تعالی مستقیم با خودش هم کلام شده بدون واسطه. بدون واسطه. الان خداوند بهش امر میکنه، اما موسی هراس داره. خب من رفتم اونجا، این نیروی بزرگ به من حمله کرد، چیکار کنم؟ من اصلا اونجایی که پرونده هم دارم، منو گرفتن فوراً گفتن نه نخاف. گفتن ما میترسیم. خداوند متعال بهشون چی گفت؟ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. موسی من شما رو زیر نظر دارم، نترسید. من با شما هستم. وقتی که من با شما هستم، شما رو زیر نظر دارم، میبینم، میشنوم که چی میگذره اونجا، من هستم. الان این موسی دیگه از چی میخواد بترسه؟ اومد همچنین قرص جلوی فرعون وایساد و حرفشو زد. این وقتی که تو ذهن انسان بروز باشه، احساس همراهی الله تعالی، احساس همراهی الله تعالی، این شعور و احساس تنهایی دیگه اصلا معنا نداره. وقتی که خدا رو داری دیگه چه کم داری؟ همین موسی وقتی میاد به اصطلاح بنی اسرائیل رو میگیره، میاد پیش به اصطلاح دریا، پشت سر فرعون با لشکریانش دارن میرسن، رسیدن، داد میزنن این بنی اسرائیل که موسی حواست کجاست؟ پشت سر رو نگاه کن، انا لمدرکون، ما رو گرفتن، تموم شد، احاطه شدیم. میگه نه کلا ان معی ربی سیهدین. اصلا انگار نه انگار که فرعونی هست، انگار نه انگار که این نیروی بزرگ هست. این بر موج دریا و آب، اون موج لشکر فرعون. راه سومی هم نیست. راه سومی نیست. ببینید جالب اینجاست. اما راه آسمان باز. در یکی از غزوه‌ها، در یکی از جنگ‌های مسلمان‌ها، حضرت خالد هست با 30,000 مجاهد، جلوی روش 200,000 نیروی چی؟
تا بلندن مسلح رومیان. یکی از سربازا همین حکایت به روز نیست. خدا اگر احساس میکرد همین سرباز که خداوند با ماست، دیگه معنا چیه که به صلاح اینا 200,000 500,000 1 میلیارد معنا نداره. خدا که با ماست دیگه اینا یعنی چی؟ چیش نه. اینجاست که میگه که خالد ببین چقدر زیادن ها. حضرت خالد مفهوم بروز از پیشش کجا این زیاده ها؟ اصلا نمیبینه 200,000 نفر جلوشن. میگه ای کاش اسبم رخش اگر بیمار نمی بود خوب بود. من تو روی این زین این اسب و این عادت نکردم و اسب خودم می بود. ای کاش اون می بود و اینا به جای 200,000 2 برابر می بودن. اینا 400,000 می بودن، یعنی در پیش خالد اسبش مساویس با 200,000 رومی جنگجو. حکایت اینجاست. وقتی که انسان این دید رو داشته باشه خیلی بزرگ میشه. تصور کنید عمرو بن العاص در جنگ با مصر، در فتح مصر اون وقتا مصری ها الان 80 میلیونن، یعنی اون وقتا حداقل 1 میلیونی که بودن. با این چقدر سرباز داره؟ 4,000. اونجا میبینه که با 4,000 من چطور با این کشور بزرگ گسترده. نامه میفرسته پیش حضرت عمر که من نیرو نیاز دارم. حضرت عمر میگه که من شنیدم که از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم که 12,000 نیرو هیچ وقت شکست نمیخورن به خاطر اینکه کمن. از 12,000 کمتر شد خب میشه شکست خورد به خاطر کمیشون، اما از 12,000 دیگه معنا نداره. 12,000 دیگه کمیش چیه؟ خب تو 4,000 نیرو داری، من 8,000 برات میفرستم. 8,000 آقا های گروهان 8,000 نفره با 4 نفر دیگه. برای خالد نوشت برات 8,000 فرستادم. این 4 نفر هر یکیش به 1,000 نفر. اون 4,000 نفر دیگه هم اینا شدن 8,000. 12,000 نیرو داری و از خودت به اصطلاح روبرا کن دیگه، مشکلی نداری. عمر این دید رو داره. عمرو بن العاص اعتراضی نداره روی این مسئله. یعنی چی؟ یعنی این افراد در به اصطلاح تصور خدا با ماست. حتی همین تصور مراتب داره. یکی تصورش اینه که خدا با منه، یک سرباز مجاهده. یکی تصورش اینه که خدا با منه اما به اندازه 1,000 نیروست. یکی تصورش اینه که خدا با منه اسبم به اندازه 200,000 نیروی دشمن. همین تصور درجات داره. بر مبنای همین درجات هست که انسان جلو میره یا پیشرفتش کند میشه. این تصور چطور باید در خودمون وجود آوریم؟ چطور باید جون بکنیم در مسیر رسیدن به خدامون، در مسیری که به اصطلاح احساس بدیم که خدا با ماست. وقتی که خدا با ما شد، این احساس بروز شد، این رو با چشای خودمون دیدیم، اون وقتی که دیگه احساس تنهایی نمی کنیم. هرگز نه احساس تنهایی نمی کنیم، احساس اینی که به اصطلاح کمیم نمی کنیم، احساس اینی که ضعیفیم نمی کنیم. یعنی اون که چه برسه که من بکنم که من فقط خودم تنها موندم. طرفی رو میبینیم که همتی داره مثل همت کوها. وقتی بگی که فلان کار رو بکن فوراً حرکت میکنه، تصور میذاره، برنامه میریزه. یه برنامه‌ای که میریزه بینشش خواسته هاش خیلی بلنده. این نتیجه. یکی دیگه باز یکی بینش خرگوشی هست، 2 تا خرگوش بگیریم تو خونمون بلند پرورش بدیم. طرف دوم نه، اینه که من چطور یه رمه شتر بگیرم تربیت کنم. برنامه‌ای که میخواد بذاره، بینشی که میخواد بذاره، همتش. این همت برگرفته از چی هست؟
از میزان همین ایمان، قدرت همینی که خدا با منه، خدا منو تنها رها نخواهد کرد، این کاری که من میکنم مال خداست، مال من نیست، من یه سربازم و مدد از اونجاست دیگه. اینجاست که میتازه و به جلو میره. انشاءالله. خیلی ممنون. اجازه فرمایید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، همچنان برمیگردیم با موضوع تو تنها نیستی. در خدمت شما خوبان و عزیزان خواهیم بود. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع این برنامه ما، تو تنها نیستی. جناب دکتر قبل از این میان برنامه‌ای که در راستای موضوع بود، کاملا درباره این قدرت عظیم ارتباط با الله تعالی صحبت فرمودن که اگر این ثروت نصیب ما شد، هرگز احساس تنهایی که به جای خود احساس ضعف و شکست هم به ما دست نخواهد داد. جناب دکتر، حالا این احساس رو، یعنی احساس معیت و همراهی با الله متعال رو، طبیعتا وقتی که ما احساس تنهایی میکنیم، احساس ضعف و یا شکست خدای نکرده به ما دست میده، نشان از این داره که ما در این ارتباط موفق نبودیم، نتونستیم این احساس رو پررنگش بکنیم. چطور میتونیم این احساس رو پررنگ کنیم؟ چطور میتونیم تقویتش کنیم تا در امان باشیم از اون احساس و بار منفی تنهایی؟ در حقیقت اینی که خداوند با ماست، خب خداوند با همه است. بله. اینما تکونو و هو معکم اینما. خداوند با شما هر جا که باشید و هر طرف که هم برید فتم وجه الله. اما اینی که همین این رو به دست بیاریم، در ما باشه، بروز باشه، این یه چیز بسیار قدرت خارق العاده است. به این معنا که در وقتی که این به وجود میاد دیگه دوری نیست، دوری ها نزدیک میشه، سختی ها، مشقت ها اسمش میشه آرامش، راحتی. نمیدونم مرگ میشه آرزو، اسمش میشه شهادت. اون چیزی که در اذهان دیگران بسیار کریه هست، در دید مؤمن کلا دیدش یه دید متفاعل و یک دید مثبت میشه. این احساس کلا یک کیمیاست. خب حالا این کیمیا رو به دست آوردن، این به همین سادگی ها هم که نیست. این کیمیا یه فرمولایی رو خداوند متعال گذاشته، توی این فرمول قرار گرفتی، طرف دوم تساوی رو به دست آوردی. خداوند متعال میفرماید ان الله لمع المحسنین. خداوند با کیه؟ محسنین. با محسنین. باید احسان رو به وجود آورد. احسان چطوری هست؟ احسان اینه که شما طوری در زندگیت رفتار کنی که انک ترا، طوری رفتار کنی انگار که شما خدا رو میبینید. برخوردت، بینشت طوری باشه که من دارم این کار رو انجام میدم، اوها خدا جلوی من هست، من میبینمش.
من خب، میبینم نه من که میبینمش. خدا میبینه. خب اینی که من میبینمش این خیلی مرحله سختی هست. خب حالا خدا رو که ما نمیبینیم اما انگار که میبینمش. حالا که این مرحله انگار که میبینمش سخته، یه پله پایین ترش هم قبوله، اونم از احسان است. طوری انجام بدم که خداوند منو میبینه. این در ذهنم هست، به روز هست. علم یعلم بان الله یرا. یا وقتی که علم یعلم بیش تذکر داده شد، یعنی وقتی که من دونستم و این دونستن به حق یقین رسیده است، اون وقتی که من میشم چی؟ محسنین. وقتی که از محسنین شدم، ان الله لمع المحسنین. معیت الله رو به دست میارم. دقیقاً. یه فرمول دیگه. پس جناب دکتر این فرمول اولی مراجعه بکنیم با هم. یعنی من باید طوری زندگی بکنم در وهله اول تلاش کنم انگار که من دارم میبینم خالق خودم رو. دقیقاً. و چون این شاید برای ما متصور نباشه و سخت هست، مرحله پایینترش اون هم ما رو به جواب میرسونه، اینه که من در تمام لحظه زندگیم این تصور رو باید در خودم پررنگ بکنم که الله تعالی ناظر منه و همیشه زیر نظر الله تعالی هستم. دقیقاً. حالا که به این مرحله رسیدم، اگر این مرحله برام سخت بود رسیدنش، یه فرمول دیگه هم داریم. فرمول دیگه چی هست؟ اینا همش در یک ردیف قرار میگیرن. فرمول دیگه هست واصبروا ان الله مع الصابرین. خداوند با صابران هست. اگر شما شدید از جمله صابران، خداوند با شماست. صابران یعنی چی؟ یعنی من در همه چیزم کنترلم دست خودم باشه. زبانم زبان صابر هست. زبان صابر هیچ وقت شکایت نداره، هیچ وقت نمیناله. نالیدن، شکایت کردن، زبان یک آله است، یک وسیله گویش هست که سخنگوی همه جسم هست. سخنگوی جسم هست، سخنگوی باور هست، سخنگوی تصورات هست، سخنگوی اون تفاعلاتی هست که در من به وجود میاد. سخنگوی شخصیت درونی منه. حالا این شخصیت درونی من وقتی که نمیناله، شکایت نمیکنه، یعنی چی؟ این صابره. این صابر است. این کسی که به اصطلاح خودش رو کنترل کرده، نفسش جزع و فزع نمیکنه، اعضاش مهارشون دست خودش هست و به هر طریقی که به اصطلاح هر حرکتی که انجام میدن در اختیار خودش هست. این فرد دیگه پهلوونه، به تعبیر پیامبر پهلوونه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید پهلوان اون کسی نیست که دیگه رو بزنه به زمین، به اصطلاح کمرشو بذاره رو زمین بخوابونه. نه، پهلوان کی است؟ لیس شدید و بسرعه. شدید کی است؟ اونی که خودش رو کنترل میکنه در لحظه خشم و غضب. چرا؟ که خود تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که خشم و غضب کنترلش نوشیدن جام زهرآلود و تلخ خشم یا صبر، واقعا صبر میخواد، این بیشترین اجر رو داره. کنترل خشم، جام تلخی که بیشترین اجر رو داره در تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اون جامی هست که شما در هنگام خشم بالا میکشید و خودتون رو کنترل میکنید، کظم غیظ میکنید. خب این وقتی که این مرحله رسید یعنی چی؟ یعنی اینی که طرف نمادی از صبر هست و کسی که از جمله صابران بود یا شد، خداوند با اون هست. از جمله افرادی که خداوند با اونهاست و معیت اللهی، همراهی خداوند رو احساس میکنن، توشون پررنگه و این احساسش باعث شده که شجاع باشن، دلیر باشن، نترس باشن، غم و اندوه براشون معنا نداره، تنهایی براشون معنا نداره. در این حال پایی بندی به دین توشون خیلی پررنگه، چون معیت اللهی رو دارن، احساس میکنن خدا اونا رو نگاه میکنه. دوری از گناه این سیمای وجودیشونه، براشون خیلی ساده است. خیلی ساده است، چون که خدا من داره میبینه من چطور این گناه رو انجام بدم. و دوست داره در برابر محبوب خودش خودنمایی بکنه. دقیقاً.
ثابت بکنه محبتشو. دقیقاً وقتی که هم بهش گناه بیاد پیشش، به گناه میگه که چطور اومدی؟ پشت خجالت 7 نمی‌کشی در که بستم خداوند؟ که باشه فرار میکنه. حضرت سمت یوسف در که بست. در پشت درهای بسته غلقت الابواب بود، وقتی که گناه اومد میگه که اینجا کسی ما رو نمیبینه. خدا چی؟ یعنی چی؟ یعنی معیت اللهی، همراهی خدا منو میبینه، این هر لحظه وجودش رو پررنگ کرده. این شخص رو ان الله مع الذین اتقوا هست. ان الله مع الذین اتقوا یعنی انسانهایی که تقوا پیشه اند. این تقوا چی هست؟ تقوا از حضرت عمر کسی پرسید که تقوا یعنی چی؟ حالا چطور معنا رو ساده کرد براشون؟ شده که بیری توی یک صحرایی، اونجا خار زیاد باشه، زمین همش خار هست، بله، چیکار کردی؟ گفتی چی؟ پاچامو بالا کشیدم، لباسمو بالا کشیدم، پای اینجا یه پای اونجا، یه چی که خاری به پام نره. لباسمو پاره نکن. تقوا همینه، حرکت در مسیر زندگی و دیدن همه این مینه‌های خطرناک، دوری از همه اون چیایی که به من ضرر میرسونه، همه خارهایی که شخصیت درونی منو خدشه دار میکنن. دقیقاً همه اینها رو ازشون وقتی دوری کنم یعنی چی؟ یعنی پایبندی به دین، یعنی دوری از محرمات و گناهان. این شخص چه مرحله‌ای میرسه؟ وقتی که چنین حالتی رو پیدا کرد، خداوند با اونه. وقتی که خداوند مع الذین شد، با اون شد. تقوا از متقی مع الذین اتقوا بود، یا مع المحسنین بود، یا مع الصابرین بود. از هر یکی از اینها که شده چی؟ مال خدا. چرا که همیشه خدا با اونه، مال خداست. مال خدا یعنی چی؟ همون تعبیر دیگه‌ای که ما بهش میگیم اولیاء الله. این از اولیاء الله هست، از دوستای خداست. خدا دوستش داره. خداوند متعال این دوستی رو اینقدر براش اهمیت و ارج قائله که میفرمایند در حدیث قدسی است: من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر کسی که با یکی از این افراد من، دوستای من در افتاد، با من در افتاده، اعلان جنگ کرده با من با اون جنگ دارم. ببین وقتی انسان بی این حد برسه که بابا، تصور کنی طرف یه که اون فیلم های قدیم میارن که طرف نمیدونم ناظر حکومت هست، یه برگه ای که تو جیبش هست که آقا این کارمند دولت هست، پلیسکی هست، نمیدونم مأمور بزرگ، مأموری هست، پاس داره، بسیجیه. ببینید همین بسیجیه همچنین شاناشو پهن میکنه، میره تو یه جمهوری مردمی که 200-300 تا نفرن، همین 200-300 نفر میره تو اینا با هم همشون مسلح، همشون چاقو دستشونه فلانه، میره همچنین زرت و پرت میزنه و همچنین تهدید میکنه و همچنین حرف میزنه. فقط به خاطر چی؟ به خاطر همون یونیفرمش که نشون میده که من اون مدالی که همراهش هست پشت سرم دولته. حالا تصور کنید طرف تو زندگی حرکت میکنه در بین خلایق و احساسش اینه که من پشت سرم خداست، اننی معکم اسمع و ارا، میبینه و میشنوه، و کسی که به من بگه بالای چشت ابرو، خدا باش در افتاده، حسابش با خدا. این دیگه الان تصور کنیم این اصلا یعنی اینجا معنای تنهایی معنا داره؟ این نه اینکه احساس تنهایی نمی کنه، این میگه که همه با منند، نه اینکه با دیگرانم. وقتی خدا رو دارم دیگه چی کم دارم؟ تنها فقط انسان ها هم نیستن، بلکه ذره ذره کائنات با اونن. بابا این شخص وقتی که محبوب خدا شد چه اتفاقی میفته؟ یک اتفاقی کونی میفته، یه اتفاقی میفته که توی این اتفاق
اون چیزی که در تصور ما امکان نداره بیاد، اون اصلا یک ماهیت کل جهان به هم میخوره. خداوند به فرشتش، به جبریل عزیزش میگه جبریل من فلانی رو دوست دارم، دوستش داشته باش. جبریل اونو به عنوان دوستش انتخاب میکنه. این یک حکم الهیه که صادر میشه برای این شخص، برای این شخص که آی جبریل من دوستش دارم، هوای اینو داشته باش. تمام آسمان و زمین الان بعد اون حکمی رو که الله تعالی نسبت به این اهدا میکنه الان بعد تنفیذ میشه و بعد اجرا کنن. دقیقاً جبریل صدا میزنه تو آسمون ها، آهای فرشته ها و اهل آسمون، خداوند فلانی رو اسمش رو میبره، فلانی فرزند فلانی، این رو خداوند دوستش داره، دوستش داشته باشید. امره. آسمون ها، هر چی تو آسمون ها هست، خلایق، کواکب، همه اون رو دوست میگیرن. فرشته ای از آسمون داد میزنه آهای زمینیان، خداوند فلانی فلانی زاده فلانی فرزند فلانی رو دوست داره. اون وقت چی؟ یوضع له القبول، یعنی محبت اون در دنیا گذاشته میشه. سنگا اونو دوست دارن، درختا اونو دوست دارن، خلایق احساس دوستی میکنن، هیبت خاصی داره. ببینید پیامبر خدا خیلی عظیمه، خیلی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میان روی کوه احد، سنگ وای میسن، زلزله است، کوه میلرزه. پیامبر خدا به کوه میگه حالا شاید کوه لرزشش از چیه؟ از خوشحالی. رسول خدا بالای منه، میلرزه، پوست خودش نمیگنجه، پوست خودش نگنجیده، پوستش حرکت میکنه. اما این ابراز خوشحالی برای پیامبر خوشایند نیست، اینطوری نمیخواد که ابراز خوشحالی کنه. احد جان آرام بگیر که روی تو یه پیامبری هست و دوتا یه صدیقی هست و دوتا شهید. پیامبر بودند و حضرت ابوبکر و عثمان و عمر، دوتا شهید هستن، یک صدیقی هست. اینطوری دیگه ابراز خوشحالی نکن. چشم. فوراً احد کو سنگ میگه چشم. اینه که وقتی ما میبینیم، ببینیم ابر و ماه و مه و خورشید و فلک، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن تا تو نانی به کفاری به غفلت نخور. حقیقت هست که همه این کون و مکان رو خداوند برای ما مسخر کرده. چیه که این خورشید خانم ما یکم نزدیکتر بشه به زمین؟ نه. خورشید خانم چرا نمیایی نزدیکتر؟ میگه که اگر من بیام نزدیکتر، این آدم، انسان که من باید خدمتش بکنم، این یکم اذیت میشه، میسوزه. خب برو یکم دورتر. نه، اگه برم دورتر یخ میزنه، بستنی میشه. ما حرکتش، شبش، روزش، ما وایسا نه، الان این انسان باید استراحت کنه، چشش نیاز استراحت. همه ی کون و مکان دارن خدمت این انسان رو میکنن. حالا اگر این انسان اومد بنده صادق خدا شد، به مرحله رسید که مرحله بندگی است. تصور کنید طرف احساس کرد که برده است، بنده است، اما بنده کی؟ بنده خداوند منو. طرف میره کارمنده، یعنی به معنای دیگه اینو بندگی هست، بردگی پول میگیره، کار میکنه. اما چی؟ کارمند تو بیت رهبری، چقدر پوز میده، پشت سرش گرمه، رهبر پشت سرش، پادشاه پشت سرش، کسی نمیتونه بهش بگه بالا چشه تبروه، گفت زبونشو میکنن. حالا این طرف کیه؟ بنده است، بنده یه بنده است. حالا بنده خدا بودن این مرحله‌ایه که دیگه خداوند وقتی کسی رو بنده خودش قرار داد. ببینید سبحان الذی اسری بعبدی،
وقتی که پیامبر مرحله بندگی رو رسید، خداوند پیامبرش رو در یه چشم به هم زدن میبره از مکه، گردش به بیت المقدس، از بیت المقدس به آسمونها، بهشت، همه خوبان، زیارت، همه خوش و باش با همه بندگان، به سدرة المنتهی، همه اینا. و این فرصت هم برای من و توی انسان هم گذاشته شده که ما همین بندگی رو داشته باشیم. بندگی ما در معراج نمازمون هست. وقتی که ما اگر تونستیم بیاییم فقط در نمازمون رو نماز بکنیم، نماز بندگی، اقرب ما یکون العبد لله و هو ساجد، نزدیکترین لحظاتی که بنده با خداش نزدیکه رسیده به خداش، در حالت سجود هست که نمادی از کمال بندگی است. وقتی کسی با این انس داره، با این نماز، دیگه تنهایی چه معنا داره؟ داره حرف میزنه، داره درد دل میکنه. با کی؟ با مالک آسمان ها و زمین. یعنی من 5 بار میشینم یا میرم تو دربار پادشاه، شاهنشاه، میرم تو دربار خدا، با خدام حرف میزنم، تلفنی نیست ها، مستقیمه. اما نه، بعضیا راه رو اشتباه میبرن، میرن پیش چی؟ پیش نمیدونم امامزاده فلان و علان و بعد میگن که ما احساس تنهایی میکنیم، استرس داریم، نگرانی داریم. خب خاک بسر دیگه، واقعا هم نگران باید باشی. راه رو به ترکستان رفتی، وقتی که میتونی در دربار پادشاه شاهنشاه وایسی حرفت رو بزنی، حالا چیه؟ رفتی یه شخصی که شنیدی پیش پادشاه، پیش مالک جایگاهی داشته، الان کوکش هم تموم شده، الان کار نمیده، بازنشسته شده. نه اینکه تنها بازنشسته شده، کلا وجود نداره، خونش هست. میره خونه فلانی که های امام به خدات بگو که برام ای بابا، خدا این رو نه برای این امامت قبول نداره، خدا این رو برای پیامبر هم قبول نداره. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، نگو بهشون که فإنی قریب. فإنی قریب این واقعیته، یعنی حتی اجازه نداریم که ما بگیم یا رسول الله به خدات برسون. و ما میدونیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو روضه مطهرشون میشنوند یا زندند یا جسمانشون هست. خب همه این مفاهیم رو اگر داشته باشیم، باز هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیخواد، خدامون نمیخواد. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتی اگر بشنون هیچ کاری براتون انجام نمیدن، چون که اونا دیگه توی این مرحله نیستن، کاری به کار شما ندارن، به زندگی شما مشغول نیستن. اونا تو یک دنیای از نعمت‌های الهی، دنیای از نعمت‌ها هستن که تو داد بزنیم و اصلا نگاه‌ام نمی‌کنه. بیاد یعنی واقعا اینا خیلی ظلم میکنن این بنده خدا که میرن پیش قبرها، واقعا اینا دیگه ظلم میکنن. یعنی تصور کن اگر تصور اونا درست می بود، این امامه نشسته بود اونجا، این میاد آقای امام بچم کره، اون میاد که آقای امام زن میخوام، اون میاد آقای امام پول میخوام، اون میاد اون آقای امام فلان بلا سرم است. فقط اگر امامه این حرفا رو میشنید روانی میشد. دیدید که به صلاح بعض دکترها باید هر چند وقتی برن یه گشتی بزنند و چرا روانی نشن از بس که مردم میان درداشون رو میگن. شنیدن این دردا تأثیر منفی میذاره. حالا امام اگر اینا رو میشنید تو حالا دیوونه شده بود. الحمدلله که نمیشنوه، یه کاری براشون نداره ها. و الا دیگه تصور اینه که ما بیاییم این رابطه رو با خودمون پررنگ کنیم. وقتی که با خدا شدیم، خدا با ما شد، دیگه الان فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا. کسی که با خدا بود
امکان نداره که گمراه بشه. این گمراه بودن خیلی درده. ضلالت یعنی راه رو گم کردن. راه رو گم کردن این چی؟ یعنی نمیدونه کجا میره، چی کار میکنه، هدف چیه، نهایت کجاست. یعنی چی؟ یعنی اینه که دیگه سر به دیوانگی میکشه. اینه که احساس تنهایی میکنه، احساس غربت میکنه، کجا برم چه کار کنم. اینه گمراهی. راه رو بلد نیست، تو این راه میره، نه این نیست، میاد تو این راه این نیست، این کارو میکنه اون کارو میکنه، هر دست و پاشو گم کرده. نه گمراه میشه، فلا یضل ولا یشقا، و نه در شقاوت و بدبختی و فلاکت میفته. اما در مقابل و من اعرض عن ذکری، اونی که اومد یاد خدا رو زد پشت گوشش انداخت. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زندگیش میشه بدبختی، تنگ میشه براش. زندگی که اصلا هر طرف که نگاه میکنه، ببین این تنگی و بدبختی هیچ ربطی به دور و بر و مال و ثروت و جایگاه و مکانت نداره. طرف در رفاه نعمت هست، غرق تمام نعمتهای الهی، اما استرس داره. ضاقت علیهم الارض بما رحبت. این دنیای گشاده در چشم اون گشاده نیست. زندان میشه، خود به خود تنگ میشه زندگی، دایره براش. دایره زندگی تنگ میشه، خودش رو گم میکنه، خودش رو تو خودش هم گم میکنه. با وجود ثروت هایی که داره دور برش و نعمت هایی که هست، همه این نعمت ها پوچه توشش، هیچ اثری نداره. آخرش میبینیم بیشترین آمار خودکشی کجاست؟ تو کشورهایی که بیشترین دخل فرد بالاتر از همانجاست. بیشترین رفاه اقتصادی رو دارن. بیشترین رفاه اقتصادی رو داره. وقتی که این رفاه روتین خاص شد، از داخل خالی هست، خدا رو نشناخته، خودش رو گم کرده، اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا در اون تجلی کرده، اینه که هیچ راهی نداره مگر این خودکشی. اون جامعه ها چیکار میکنن؟ حالا روانشناساشون میان میگن که آقا ما چیکار کنیم، چه بلایی سر میون بیاریم. میان مشکل سازی میکنن. هر چند وقتی یه شایعه میندازن، همینی که تو غرب هی شایعه میندازن که آقای مسلمان‌ها میان شما رو میکشن فلان میکنن، حتی این برنامه ریزی شده است. غیر از اینی که میخوان مسلمون رو بدنام کنند و اسلام رو اونا رو نذارن که مسلمون بشن و این مسائلی که به اصطلاح دینداراش پشت سرش هستن، حتی همون بیدیناش که نه براشون اسلام اهمیت داره، نه براشون اون مسیحیت یا هر دینی دیگه که اونا دارن اهمیت داره، اونا میخوان با این یک وحشت ایجاد کنن که جامعه ای که رکود داره یه نوع حرکتی توش به وجود بیاد. حالا این حرکت در چی باشه؟ کار منفی میکنن، گلالودتر میکنن، اشتباه بزرگتری میکنن، درست این رو ما درک میکنیم، اما اونا اینو میخوان تجربه کنن. شاید همینم فایده بگیره براشون. چرا؟ چون که میخوان یه نوع انسان رو یک حرکتی بدن، یه نوع فکری توش بیارن که آقا تو باید به فکر باشی که به یه هدفی برسی، خودتو نجات میدی از این هیولایی که هست، خودت رو نجات میدی. اما مؤمن چی؟ مؤمن این مشکل اصلا نداره. وقتی که اصلا احساس تنهایی نمیکنه، همین معیت، احساس بودن در جمع، احساس با خدا بودن، احساسی که من تنها نیستم، دیگران با من هستن، من توی این کاروان از بشریت هستم، این کون و مکان مسخر شده با من و این کون و مکان و درخت و همه در رقابتیم در ثابت کردن عبودیت بهتر برای خداوند. یعنی این فرد مخش مشغوله، ذهن و تمامش مشغوله. این درسته که یک مکاسبی رو به دست میاره که اولا اعتماد به نفسش خیلی بالا میره، هرگز احساس تنهایی نمیکنه، احساس یک قدرت خارق العاده میکنه بدون اینکه مغرور بشه، چون مغروریت باز لطمه میزنهش. معیت
زیر سوال میره. مغرور نمیشه، متواضع و فروتن هست، با کمال تواضعش مکه رو فتح میکنه. خب در کنار اینا یه جانب دیگه هم داره، مسئولیت. در وقتی که من در این جمع هستم، در قبال این جمع من مسئولم. در قبال تاریخ گذشته مسئولیت دارم، در قبال آینده هایی که میان مسئولیت دارم، در مقابل جامعه دور و بر خودم مسئولیت دارم، در مقابل حیوانات و چرندگان و پرندگان و همه مسئولیت دارم. کسی که رفت درختی کاشت، هر چرنده‌ای، پرنده‌ای، هر کی از این خورد، آدمی ازش خورد، براش صدقه است. همین باب مسئولیت رو. آقا اگر کسی اومد حیوانی رو آب داد، طرف اومد حیوان رو آب داد، خداوند بخشیدش، بردش بهشت. مسئولیت در مقابل حیوانات، در مقابل طبیعت، در مقابل همه، در مقابل نظافت جامعه. آقا اومدی خاری رو از سر راه مردم برداشتی، برات صدقه. این دیگه یه چیزی دیگه میشه. تصور اینی که مثلا این انسان بیاد شکست بخوره، مثلا وجود نداره. این انسان بیاد مثلا دچار نوعی استرس و پریشانی و غم و اندوه و اینا باشه، نباید باشه. اگر شد، پس این معادله در داخل معادله ایمانیش یه جاش میلنگه، باید برگرده این رو آپدیتش کنه. خیلی ممنونم جناب دکتر. ما حدوداً تا پایان برنامه کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. در این بخش از برنامه فقط صحبت پایانی شما رو میشنویم. ان شاءالله باز در هفته بعد موضوع رو ادامه خواهیم داد. در این پایان برنامه اگر شما اجازه بدید، من یک جمله از امام صادق علیه السلام رو بگم. بفرمایید. امام صادق میگه که من در تعجبم از اون انسانی که میترسه، وحشت داره. وقتی وحشت داره چرا نمیگه حسبنا الله و نعم الوکیل؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، الله برای ما کافی است. من که خدا رو دارم و بر خداوند بهترین کسی که برش توکل بکنم، اعتماد کنم، خدامه. کسی که این رو گفت، من شنیدم خداوند متعال. خیلی تعبیر امام جعفر صادق خیلی زیباست. گمانم وقت اجازه نده همه جمله‌شو بگم، همین شما اتفاقا هم کافی است. میگه که من شنیدم که خداوند متعال بعد از این حسبنا الله و نعم الوکیل فرمودن فانقلبوا بنعمت من الله و فضل ولم یمسسهم سوء. اینا برگشتن، نعمت خداوند رسید بهشون، رهایی، هیچ مشکلی براشون پیش نیومد، هیچ گزندی به اونها نرسید. واتبعوا رضوان الله. واتبعوا رضوان الله، در رضایت خداوند، در دنبال رضایت خداوند رفتن. یعنی چی؟ این قصه جالب است. وقتی میبینیم که مسلمون ها بهشون میگن آهای کافرها اومدن شما رو تار و مار میکنن، میکشن، نیرو گرفتن، فلان فلان. الان مسلمان ها چقدرن؟ عدد بسیار کم، فرسوده، خسته، کوفته، خوشبال میشن، داد میزنن همین چیزی بود که ما میخواستیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا هم با ماست. بعد از این چی میشه؟ هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. شمایی که وحشت دارید، این نسخه امام جعفر صادق براتون پیچیده، این رو بگیر. البته نسخه های دیگری هم پیچیده که انشالله در فرصتی دیگه انشالله بتونیم برای دوستان این نسخه ها رو هم عرضه کنیم. انشالله. ممنونم از حضور شما در این برنامه، همچنین از حضور شما عزیزان تا این لحظه از برنامه پایگیرنده هاتون تشکر میکنم و تشکر خاص از تمام عزیزان کنترل، محمد رفیع جان کارگردان محترم و احمد عزیز و فرید و منیر احمد بزرگوار. و باز هم موضوع رو تکرار میکنیم که تو تنها نیستی، به شرط اینکه در لحظه لحظه زندگی وجود الله تعالی رو احساس بکنی و با افتخار بگی حسبنا الله و نعم الوکیل. همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.